لبه مرحمت دونه مرحمت بیا سلام علیکم نازش سوزه تیجه مرحمت سوزه تیجه رحمت خب چی شکایت داره اینکه او برادر چی شکایت داره با فکرم که خوب نکردید نه شب خوب نمیبرم مو ایریشم درد میکنم کجا ایریشم سر چی خورده بوده نون و یخ خوراکی ما همیه ای برادر این شما را نه دردتون با درد آدمی ماننده نه خوراکتون روید برادر وقتی ما رو به یودا نگیرید خب چی شکایت داره همین شکایت انیختون گپ زنه شکایت هستی که شب خوابم نمیبرد خواب ندارم یکی خواب میکنم که همین خوابم که میبرد موشو فوتبال کردیسته فقط فوتبالی موشو را تماشا میکنم خب شما نمیبرد موشو در حولیتون در خونتون فوتبال میکنه نه فوتبال میکنم دارم تماشا میکنم میشینم نه ما خیلی در حقیقت موشو رو میبینم خب نکم خواب میبرم فوتبال سر میکنم در خوابتون نه داد بزنم فریاد میکنم همین فریاد میکنم مخلص فریاد میکنم که ای گل میگم زنک شکایت میکنه ای خواب داری نداری برایم خواب میبرم فهمو برادر ما درد شما در یک تا دارو تیار کردگیم از خود علفای انمی وطنی فهمیدید یک تبلت که از من شما با میتیم یک تبلت که میتیم از همین علفای وطنی اینا دیدید نمودش دیدید انا همین تبلت رو شما همیشه برده قبید همه رو میبرید شب 5 دقیقه پیش از خواب میخورید کمترک اوجو شما دیگه کردید تمام برادر موش نیست خب برادر نه برادری جان حاضر که برده اید پیش از خواب 5 دقیقه پیش از خواب خورید و خواب کنید نه دکتر جان بیا پگا آخرم پگا چو میکنید پگا؟ دکتر جان و برای چی؟ اخی شب موشو فینال داره وی سایجو خب یک لطیفه باید ما اومد کنقل کنه که راحت کنیم روزه گوی افندی را میدزدن بعد همه همسایه جمع میشون میبینن گوی افندی را دزدیدگان بعد یک همسایش میگه ای افندی اگر شما همین دری اوگلتونا قلف میزدین گوتونا نمیدزدیدن خیلی با افندی هم خاموش تابش خیره با دویم همسایش میگه اگر افندی درم بالوی همین اوگلت یک تا زنگوله کشول میکردی همون دزد میامد میدرومد آوازی زنگوله بلند میشید میترسید میگریخت گوتا نمیدزید با افندی تابش خیره هم خیل با سیمش میگه ای افندی اگر تو خوبی سختت نمیبور خوب بدور میشدی گوتا نمیدزیدن بعد افندی میگه آخه همی گناهگار خودم بدم او دزده چی میگه این شما